دنیا برای دیوونه است. خدا هم با آدم عاقلا زیاد کاری نداره. آدمای عاقل همه چیشون رو حساب کتاب چرتکه میندازن. اینه که تو رو میبینن اول میگن چقدر میارزی، اندازه‌ای که اونقدر میارزی با سلام علیکم کنن. چه سودی براشون داری؟ چیزی که روی چرتکه به دست میاد رو چرتکه هم راحت از دست میره. به خاطر اینکه دلی در کار نبوده. آدم‌های دیوونه آدمای بخشنده میشن. آدم‌های دیوونه آدمای مهربون میشن. آدم‌های دیوونه حسودی میکنن. آدم‌های دیوونه کینه نمیگیرن. آدم‌های دیوونه غیبت نمیکنن. آدم‌های دیوونه از پیشرفت اطرافیانشون خوشحال میشن. آدم‌های دیوونه عاشق اینن که رفیقشون رو ببینن که بهترین ها برای اونه و کیف کنن. آدم‌های دیوونه وقتی صدای رفیقشون رو میشنون عشق میکنن. آدم‌های عاقل ناراحت میشن.